أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى و حق موالیه، یعنی باب در مسئله فضیلت کنیزی که برده که ادا میکند حق الله تبارک و تعالی را، یعنی الله را با پرگی عبادت میکند، و حق موالیه و همچنین ادا میکند حق مولایش را، حق آقا و رئیسش را همچنین ادا میکند. پس این باب در این مسئله هست. اون خدمتگزار، اون برده که حق الله را و حق رئیسش را، حق آقایش را پره و کامل ادا میکنند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 حدیث تقدیم میکند. حدیث اول این باب حدیث 1361 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1361 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ان العبد اذا نصح لسیده و احسن عبادت الله فله اجره مرتین. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر آینه، هر برده که، هر کنیزی که اذا نصح لسیده، هنگامی که برای آقایش، یعنی خیرخواه باشد برای آقایش، یعنی که درست انجام بدهد کارها و وظیفه هایش را، آن وظیفه که صاحبش، آقایش، مولایش بالاش میگذارد، هر غلامی که آن حق را درست انجام بدهد و احسن عبادت الله و همچنین به نیکی انجام بدهد عبادت الله تبارک و تعالی را، یعنی عبادت الله را که نماز خواندن و روزه گرفتن را همچنین کامل و پره انجام بدهد، فله اجره مرتین. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید این کنیز و این برده را اجر و پاداشش 2 برابر است، یعنی 2 برابر اجر میگیرد نظر به اون کسانی که آزاد هستند و اون کسانی که برده و کنیز نیستند، یعنی نظر به اونها 2 برابر این کنیز ثواب و پاداش میگیرند. این حدیث متفق علیه است. پس این یکی از فضیلت‌های کنیزها و برده ها که اگر حق الله را با حق مولایش درست و کامل و به نیکی و به خیرخواهی انجام بدهد 2 برابر ثواب می گرفته است. بعد از این حدیث 1362 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1362 میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: للعبد المملوک المصلح اجران، یعنی که برای برده و برای خدمتگاری درستکار المصلح باشد، یعنی کاراش خوب انجام میدهد، درست انجام میدهد، اجرانی، یعنی 2 اجر هست. اون
کنیز و برده و خدمتگاری که درست کارهاش انجام میدهد، هم حق مولایش را و هم حق خالق یکتایش را درست انجام میدهد، پس اون برده دو اجر و دو پاداش به دست می آورد. والذی نفس ابی هریره بیده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج و بر امی لاحببت ان اموت و انا مملوک. ابو هریره راوی حدیث رضی الله عنه میگوید والذی نفس ابی هریره بیده، یعنی قسم به همون ذاتی که جان و روح ابو هریره رضی الله عنه به دست اون ذات است، لولا الجهاد فی سبیل الله، اگر جهاد در راه الله نمی بود، و الحج، اگر حج نمی بود، و بر امی، اگر نیکویی کردن با مادرم نمی بود، لاحببت ان اموت و انا مملوک. ابو هریره میگوید حتما من دوست می داشتم که بمیرم در حالی که من خدمتگار و کنیز باشم. یعنی که این فضیلت و این فضائل و این برتری ثوابی کنیز و برده را ابو هریره رضی الله عنه وقتی که میشنید گفت اگر جهاد و حج و نیکویی به پدرم به مادرم نمی بود، حتما من دوست می داشتم که کنیز بمیرم. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1362 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1363 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1363 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو موسی اشعری رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که المملوک الذی یحسن عبادت ربه، یعنی که کنیزی که آن برده که یحسن عبادت ربه، یعنی به نیکویی عبادت پروردگارش را انجام میدهد، یعنی به نیکویی بسیار خوب عبادت الله را انجام میدهد و یؤدی الی سیده الذی علیه من الحق، و ادا میکند به آقایش که علیه من الحق، یعنی بالای این برده اون آقایش حق دارد، یعنی حق رئیسش را، حق مولایش را درست انجام میدهد. و نصیحتی، و همچنین نصیحت یعنی خیرخواهی میکند به مولایش، یعنی در مال و ملک و در دارایی مولایش ضرر نمیرساند بلکه کاراش درست انجام میدهد و برای مولایش خیرخواه است. و طاعت له، و همچنین فرمان برداری از مولایش میکند، گپی مولایش را میگیرد، گپی رئیسش را در زمین نمیگذارد. اجرانی، پس این مملوک و این کنیز و برده دو اجر به دست می آورد، یعنی دو اجر می گیرد، دو ثواب یا دو برابر ثواب می گیرد نظر به اون کسانی که برده و کنیز نیستند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1364 کتاب ریاض الصالحین، و عنه قال، یعنی از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ثلاثه لهم اجرانی، یعنی سه طایفه مردمی هستند که آنها دو اجر و دو برابر ثواب میگیرند، یعنی سه طایفه مردم در اجر و پاداش نظر به دیگرها دو برابر هست اجر و پاداششان. این سه طایفه مردم کی است؟ اول رجل من اهل الكتاب
آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه و سلم. یکم مردی که از اهل کتاب باشد، یعنی مرد یهودی یا نصرانی، مرد خریستیان و مرد یهودی از اهل کتاب، آمن بنبیه یعنی ایمان به پیغمبرش آورده باشد، یعنی که ایمان به پیغمبرش، به موسی علیه السلام که مردم یهود پیغمبرشون موسی علیه السلام است، به موسی ایمان داشته باشد، یا مردم خریستیان که پیغمبرشون عیسی علیه السلام است، ایمان به حضرت عیسی داشته باشد. بعد از این آمن بمحمدین، بعد از اون میگه ایمانی به محمد صلی الله علیه و سلم داشته باشد. پس هر یهودی یا هر نصرانی که ایمان میارد و مسلمان میشود، ایمان به محمد رسول الله، به پیغمبری محمد رسول الله میارد، پس این انسان 2 اجر و 2 ثواب میگرفته است. این یکم طایفه مردم. و دویم طایفه مردمی که در اجر و در عبادت یا در ثواب 2 برابر به دست ثواب میارند. ولعبد المملوک اذا ادى حق الله و حق موالیه. دویم میگوید اون کنیز، اون برده که اذا ادى حق الله، هنگامی که ادا میکند حق الله سبحانه و تعالی را، و حق موالیه و همچنین حق مولایش را ادا میکند. یعنی اون برده و اون کنیز و خدمتگاری که حق الله را بجا میآورد و همچنین حق رئیسش را، حق مولایش را بجا میآورد، این انسانم، این کنیزم 2 ثواب، 2 برابر اجر و پاداش به دست میآورد. این دویم طایفه مردمی که در اجر و پاداششان مضاعف و 2 چند هست. و سیوم کسانی که در اجر و پاداششان 2 برابر به دست میآورند. و رجل کانت له امة فادبها فاحسن تأدیبها. میگوید مردی که کانت له امة، مردی که کنیزن داشت، اما کنیزن را میگویند، مردی که کنیزن داشت، فادبها، پس اون کنیزنش را خوب تربیهش کرد، فاحسن تأدیبها، یعنی که فادبها یعنی تربیه و آداب داد اون کنیزنش را، فاحسن تأدیبها، و ادب دادن بسیار نکو و درست و سالم زحمت کشیده، میگوید اون کنیزن را آداب داد، تربیه کرد. و علمها، و اون کنیزن را تعلیم داد، علم آموزانید، فاحسن تعلیمها، و در تعلیمش بسیار نیکو انجام داد، یعنی درست تعلیم داد. ثم اعتقها، بعد از این زحمت ها و مهنت هایی که آداب داد کنیزش را و علم آموزانید، بعد آزاد کرد، میگه اون کنیزش را. ثم اعتقها یعنی بعد کنیزش را آزاد کرد. فتزوجها، پس همون کنیزی آزاد کرده اش را به زنی گرفت. اول آزادش کرد از کنیزی، از بردگی، بعد از آزاد کردنش اون را به زنی گرفت. فله اجرانی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید همچنین برای این مردم 2 اجر است، 2 پاداش است. الله اکبر. اسلام را ببینید که همیشه برای آزاد بودن و آزاد کردن و در زیر قانون الهی و در زیر شریعت زندگی کردن و زندگی را به پا انجام دادن و به پا خیزانیدن و در زندگی قانون الهی را پیاده گردانیدن، شریعت ما و شما را تشویق میکناند، امر میکناند. هیچگاه بنده باید سرخم بنده دیگر نباشد. حتی کنیزها را این الله جل جلاله برای مولاهایشان این فضیلت و بزرگی ها را داده است. چرا؟ تا اینکه اون کنیزها را آزاد بکنند و اون بنده هم آزاد و بنده حر و آزاد باشد و با در زیر قانون الهی زندگی برپا بکند. این حدیث متفق علیه است.
و این باب بود بابی فضیلتی برده که حق الله را و حق مولایش را درست انجام میدهد. با همین این باب به آخر رسید. باب نو، باب فضل العبادتی فی الحرج، یعنی که باب فضیلت عبادت در هرج و مرج، در حالت هرج و مرج عبادت را درست انجام دادن. هرج و مرج یعنی چی؟ هرج یعنی که در حالت فتنه ها، در حالت نابسامانی ها، در حالت آشفتگی و در حالتی که همه مردم مشغول هستند به فتنه و به خونریزانی و به کشتن و به جنگ و جدال، انسانی که در همین حالت دشوار که همه مشغول جنگ و جدال و فتنه و هرج و مرج هستند، هر کسی که الله را عبادت میکند، عبادت الله را درست انجام میدهد، چی ثواب چی پاداش دارد. امام نووی رحمه الله میگوید و هو الاختلاط والفتن و نحوها، یعنی هرج و مرج این اختلاط و این فتنه و مانند این چیزها می باشد. یعنی اختلاط یعنی که بگیم کارها به نابسامانی رسیدن، کارها به نابسامانی ها برسد، یعنی فتنه ها به وجود بیاید، جنگ و جنجال و خونریزی و شپاشپ و مردم هم مشغول به دنیا و مشغول به خونریزانی و مشغول به فتنه و مشغول به دنیا شوند و فتنه ها بر پا خیزد. در همین صورت انسانی که الله را عبادت میکند چی اجر چی پاداش چی ثواب دارد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث میارد. این یک حدیثی 1365 کتاب ریاض الصالحین می باشد. پس امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1365 میگوید و عن معقل ابن یسار رضی الله عنه قال، یعنی که از معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، معقل ابن یسار میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که العبادة فی الحرج که هجرت الیه، یعنی عبادت الله را کامل و درست انجام دادن در حالت هرج و مرج و فتنه و در حالت جنگ و جدال که هجرت الیه، به مثل هجرت کردن میگوید به سوی من هست. یعنی چی طوره که مردم مکه هجرت کردن به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به سوی مدینه رفتن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چی اجر و پاداش را گرفتند. هر کسی که در حالت فتنه از فتنه دور می شود، در حالت جنگ و جدال از جنگ و جدال دور می شود، یک کوه را یک تنهایی را از همه دور بودن را اختیار می کند، چی اجر و پاداش و ثواب می گیرد. پس هر کسی که این را اختیار می کند، پس گویا که هجرت به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده است، یعنی به همین اندازه ثواب می گیرد. هر کسی که در حالت فتنه و در حالت هرج و مرج بس ترک میکند، هم را و کوه میبراید، از مردم دور میشد، از جنگ دور، از فتنه دور میشود، پس این انسان به مثل اونهای ثواب میگیرند که به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردند. زیرا که پیغمبر که هجرت الیه، یعنی ثواب عبادت در حالت هرج و مرج به مثل ثواب هجرت کردن به سوی من است میگوید. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این حدیث یا این حالت الله را عبادت کردن به مثل هجرت کردن به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. چرا؟ زیرا اینکه در این صورت مردم همه مشغول فتنه هستند، مشغول دنیا هستند، مشغول خونریزانی و جنگ و جدال هستند و مردم به دنیا مشغول شدن، فریفته شیطان شدن. این بنده همه اینا را ترک میکند که میآید به سوی الله، به سوی پرستش الله، از همه اینا دور میشود. از این حساب است که اینها اینقدر پاداش و اجر بزرگ را به دست میآورند. این بود باب فضیلت عبادت کردن در حالت هرج و مرج. با همین این بابم به آخر رسید. باب نو شروع می شود، باب فضل السماحة فی البیع و الشراء والاخذ والعطاء، یعنی که باب در مسئله فضیلت
آسانگیری، السماحه یعنی آسان گرفتن، یعنی جوان مردی کردن در بیع و شراء، در خرید و فروش، و الاخذ و العطا، در گرفتن و دادن، در داد و گرفت. انسان اگر که آسانگیری بکند، اگر جوان مردی بکند. و حسن القضاء و التقاضی، و همچنین این باب در مسئله فضیلت خوب و نیکی ادا کردن است. یعنی قضا، یک چیز رو ادا کردن، خوب و نیکو ادا کند. و تقاضی، و همچنین درخواست رو هم انسان باید خوب و نیکو درخواست بکند. این باب همچنین در فضیلتی خوب ادا کردن و خوب درخواست کردن همچنین فضیلتش را بیان میکند. و همچنین میگه که والارجاح المکیال والمیزان، یعنی این باب در مسئله فضیلتی سنگین کردن مکیال و میزان است. یعنی ترازو و چینک را انسانی که وقتی که میفروشد سنگین تر بکند، یعنی که تا اینکه حق اون خریدار به این فروشنده نآید، حقش را درست بکند، یعنی سنگین تر این حق را ادا بکند. و نهی عن التطفیف، و همچنین این باب در و نهی عن التطفیف، یعنی این باب در مسئله باز داشتن از کم فروشی است، از ترازو زدن یا چیزایی که به متر فروخته می شود اونها را پره و درست انجام دادن، یعنی زیاتی انجام دادن نه کم، یعنی که نهی باز داشتن از کم فروشی، که انسان در وقت فروختن کم فروشی و ترازو زنی یا متر زنی نکند. و فضل انذار الموسر والمعسر والوضع عنه، یعنی که فضیلتی، همچنین این باب درباره فضیلتی مهلت دادن بای و ثروتمند به انسانی که فقیر است. والوضع عنه، یعنی گذشت کردن از فقیر، یعنی که انسانی که بای سمدار هست وقتی یک انسان فقیر را، یک انسان محتاج را یاردم میکند، قرض میتید، سوم میدهد و در قرضش را گرفتن باید آسانگیری بکند، مهلت بدهد اون انسان کمبغل و نادار و فقیر را، و اون انسان بینوا را آسانگیری بکند برایش. پس این باب در این مسائل صحبت میکند، فضیلت این مسائل چی است و همچنین باز داشتن از کم فروشی کردن. در این مسئله ها این باب صحبت میکند. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 آیت میارد. قال الله تعالی، اولین آیتی که در زیر این باب آورده است میگوید که الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره بقره آیت 215، الله میگوید که و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، یعنی هر آن کاری را که شما از کارهای نیکو انجام میدهید پس الله جل جلاله اون کار نیکوی انجام داده شما را میداند و آگاه است، با خبر است. هر کار نیکویی که شما انجام میدهید الله جل جلاله از اون با خبر است. یعنی که شما بایها وقتی که برای کمبغل ها آسانگیری میکنید، دستگیری میکنید، در تنهایی هم باشد، بین هر دوتون تنها هم باشد، الله جل جلاله آگاه است. یعنی که یا کسانی که فروشندگی میکند، میفروشد مثلا چیزایی که به کیلو به متر برای خریدار کمی زیادتر میدهد، اگر خریدارم اون چینک را نبیند، اگر خریدارم اون متری زیادی دادگیرم نبیند، الله جل جلاله از اون با خبر هست. یعنی هر کاری خیری که شما انسانیت انجام میدهید الله جل جلاله از اون آگاه است و از اون با خبر است و آن را میداند. این یکم آیت بود. آیت دوم و قال تعالی، میگه الله جل جلاله گفته است که و یا قومی، یعنی که سخن شعیب علیه السلام است. الله جل جلاله میگوید شعیب علیه السلام گفتن که و یا قومی، یعنی که ای قومم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یعنی که با کمال و پررگی عدل ترازو و چینک را شما ادا بکنید، ترازو و چینک را با عدل و با کمال عدل انجام بدهید. ولا تبخسوا الناس، حضرت شعیب علیه السلام مردمش، قومش را گفت که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم،
یعنی کم فروشی نکنید به مردم چیزهایشان را. هر چیزی که به مردم میفروشید از سر ترازو یا از سر متری اون از حق اونها شما کم نکنید، کم فروشی نکنید، بلکه سالم و درست با کمال عدل در فروشندگیتان، در تجارتتان حق مردم را ادا بکنید. این بود سوره هود آیت 85. این بود سخن حضرت شعیب علیه السلام به قومش. همچنین سخن تمام پیغمبران برای با عدل و با انصاف در ترازو و چینک ادا کردن و حق مردم را نخوردن هست. همچنین قول حضرت شعیب و همچنین دیگر پیغمبران هم قومشون به این چیز فرمان میدادند. همچنین پیغمبر خودمون هم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به این فرمان داده است. این بود دویم آیتی این باب. آیت سیوم این باب و قال تعالی آخرین آیتش میگوید الله سبحانه و تعالی گفت که ویل للمطففین، یعنی سوره مطففین است از آیت 1 تا آیت 6. الله جل جلاله گفت ویل للمطففین، یعنی ویل باد، یعنی عذاب و شکنجه و مکان دهشتناک للمطففین برای کم فروشان، کسانی که در تجارت هستند کم فروشی میکنند، ترازو زنی میکنند و حق دیگرها را در اون تجارتشان میخورند و خیانت میکنند. الله سبحانه و تعالی میگوید ویل باد برای اون تاجرانی که حق دیگرها را میخورند. الذین، همچنین الله سبحانه و تعالی خودش هم بیان میکند که مطفف کی است. میگوید الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی کسانی که الذین مطفف کسانی هستند که اذا اکتالوا علی الناس، وقتی که ترازو میکنند و میتر میکنند و چینک و پیمانه میکنند برای مردم، یعنی که از حق خودشان برای دیگرها میفروشند، یستوفون با پررگی پیمانه را دقت میتیند. یعنی وقتی که فروشنده است میفروشد 1 گرم حق خودش برای دیگرها نمیدهد، یعنی که حق خودش میگیرد. علی الناس یستوفون، یعنی وقتی که در مردم که میفروشد یا که از مردم خریداری که میکند، وقتی از مردم برای خودشون خریداری میکنند تاجران، میگوید پر و کامل حقشون میگیرد، 1 گرمش نمیبخشد، 1 گرمش نمیبخشد. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کسانی وقتی که کلا میکشند و چینک و پیمانه و میتر میکنند برای مردم، وقتی از مردم خریداری میکنند یستوفون با پررگی حق و پیمانه خودشون رو میگیرند، یعنی از حق خودشون 1 گرمش نمیبخشند. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که پیمانه و کلا میکشند برای مردم، یعنی برای دیگرها، وقتی که میفروشند یخسرون، یعنی کم میکنند، کم فروشی میکنند. مثلا 10 کیلو بخری با جای 10 کیلو 9.5 کیلو میتیه، یعنی تاجر است با جای 10 کیلو 9.5 کیلو میتیه، یعنی که وقتی که در تو میفروشد کم فروشی میکند، اما از تو بخرد پر از تو میگیرد، 1 گرمش نمیبخشد. من همین رو میگوید مطفف، یعنی کسانی که کم فروشی میکنن، وقتی بفروشن وقتی بخرن حقشون رو پره و بر زیادتی میگیرند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، الله جل جلاله میگوید آیا نمیدانند این ترازو زنها و این فروشندگانی که حق دیگران را میخورند انهم مبعوثون، که اونها برانگیخته میشوند، اونها زنده گردانده میشوند در نزد الله سبحانه و تعالی لیوم عظیم، در روز بزرگ، یعنی در روز قیامت اینها همه زنده گردانده میشوند، حاضر کرده میشوند. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روز بزرگ روزی است که میستند مردم در پیش پروردگار عالمیان برای حساب و کتاب. پس آیا اونها نمیدانند که در آن حساب و کتاب از این ترازو زنی هایشان، از این حق دیگرها را خوردنی هایشان پرسیده میشوند، از این سوال کرده میشوند؟ آیا اونها نمیدانند؟ بله میدانند، اما چرا این کار را میکنند؟ به خاطر آنه که شیطان اینها را فریفته کرد، به خاطر آنه که اینها هوا و هوسشان پیروی کردند. این بود 3 آیت درباره فضیلت
یا درباره این بابه که ما و شما شروعش کردیم. بعد از این میگذاریم در قسم حدیث های این باب. حدیث 1366 کتاب ریاض الصالحین، انشاءالله حدیث 1366 کتاب ریاض الصالحین را و اولین حدیثی، یعنی یکم حدیثی باب فضیلت آسانگیری و جوانمردی کردن در خرید و فروش و در داد و گرفت و در ادا کردن حق، به نیکویی ادا کردن و درخواست کردن و سنگین کردن ترازو و پیمانه و بازداشتن از کم فروشی و فضیلت مهلت دادن بایها به کمبغلان و گذشت کردن بایها از حقایشون که بالای کمبغلا دارند. در زیر این باب حدیثاش انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. این بود درس امروزمان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.